تو که یوسف نیستی یعقوب باش. یعنی مثل یعقوب علیه السلام اهل گریه، اهل ابتهال، اهل نیاز، اهل دعا باش تا الله یوسف رو به تو برسونه. همچو او با گریه و آشوب باش، مثل یعقوب علیه السلام با درد و طلب باش. الله تعالی به نبیش میگه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صبح و شام الله رو یاد میکنن، با اخلاص یاد میکنن، برو با اینا بشین. ببین اهل طلب و ادب خود الله براشون زمینه درست میکنه، خود الله تعالی براشون همه چیز رو مهیا میکنه. اونایی که طلب و ادب دارن زمینه براشون فراهم، بستر براشون مساعد میشه. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش.